متاسفانه همونجور که دکترتون توضیح دادن روماتیسم قلب ایشون زده و باید مورد جراحی قرار بگیرید. اگر دریچه‌های قلبتون به صورت عادی بود میشد مدتی صبر کرد و چون شما حامله هستین و دریچه‌های قلبتون در وضع خطرناکی قرار گرفته و ممکنه خطر شما رو تهدید بکنه و همچنین جنینتون، هر چه سریعتر باید عمل کنید. چقدر فرصت داریم آقای دکتر؟ همونجور که خدمتتون عرض کردم فرصتتون خیلی کمه. هزینه عملش هم میشه آقای دکتر؟ شما بیمه هستی؟ نه خیر. چون این عمل در حین بارداری انجام میشه یه خود سخت و پیچیده است و من فکر میکنم حدود 5 میلیون برای شما هزینه داشته باشه. بعد از عمل آقای دکتر برای همیشه خوب میشم؟ متاسفانه شما تا آخر عمر گرفتار این معضل هستید. پر واضح است که هیچ وقت نمیتونه دریچه‌های مصنوعی کار دریچه‌های طبیعی رو انجام بده. امیر اومدی؟ شمایی؟ ستاره؟ امیر ستاره؟ تو جواب نمیدی؟ سلام مادر. چرا جواب نمیدی؟ ببخشید حواسم نبود. چرا دستو جلو در گرفتی؟ دواتون شده؟ ستاره کجاست؟ سلام مادر. سلام مادر. رفتی دکتر؟ بله رفتیم. خب چی گفت؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ بالاخره نگفت باید چیکار کنی؟ چرا گفت؟ همه چی گفت. فعلا ما رو تنها بذار. من خودم میام پایین همه چی براتون توضیح میدم. برو دیگه. چی شد امیر؟ سلام. سلام. دکتر چی گفت؟ هیچی گفت، چیز مهمی نیست. خب الهی شکر.
همین مثل این که حالت خوش نیست ها؟ نه چیزی نیست. خب پس بجون ماشینا مونده. سید بیا مادر برای شربت آوردم. امیر بدبخت شد. امیر بدبخت شد. سلام. 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 خوبی الهام؟ مرسی. برم یه چای بریزم بخوریم. لازم نکرده. بشی سر کارت. شنیدم دیشب اینجا خوابیدی آره؟ با ستاره حرفتون شده؟ خب اگه چیزی شده به منم بگو. با تو هستم یه دقیقه اینو ساکتش کن ببین چی دارم میگم. چی میگی؟ نه خیر با ستاره حرفم نشده. خیلی دلت میخواد بدونی چی شده؟ آره. ستاره مریضه. روماتیسمی زده به قلبش. یا امام رضای غریب. 5 میلیون تومن خرج عملشه. داری بدی؟ اگه نتونم براش کاری بکنم میمیره. من خیلی بدبختم اسماعیل. فکر میکردم زندگیم از نکبتی در اومده. فکر میکردم با وجود ستاره خوشبخت‌ترین آدم روی زمینه. اما همه چی انگار یه خواب بود. چرا اسماعیل؟ چرا من؟ چرا ستاره؟ کم بدبختی کشیده بودیم؟
بفرمایید. ممنون، بهش بگید بیاد بیرون. سلام. اومدم بهت بگم متاسفم که اینطوری شد. من روحم از این ماجرا خبر نداشت، وگرنه نمیذاشتم تا هم اسیر شی. اما خوشحالم. میدونی چرا؟ برای اینکه فهمیدم دارم با چه آدم ضعیفی زندگی میکنم. آدمی که برای من هیچ ارزشی قائل نیست. اومدم بهت بگم هر چقدر عمر من کوتاه باشه، ولی دیگه حاضر نیستم حتی یه لحظه‌شو با تو زندگی کنم. تو هم اینجا خودتو قایم نکن. من دارم میرم خونه بابا. دیگه هم بر نمیگردم. میتونی با خیال راحت بری خونه. خداحافظ. ستاره اومده پیش شما؟ آره. من نمیخواستم اینجوری بشه. مهم نیست. خودتو ناراحت نکن. به جاش راحت شدی. اون دیگه هیچ وقت پیش تو بر نمیگرده. امیر مادر شام تو بخور. چرا شام نمیخوری؟ میل نداره. به خدا منم برای ستاره ناراحتم، ولی نه کاری از دست تو برمیاد نه ما. 4 ماه و نیمم که بیشتر نیست ازدواج کردی. دکترم که بهت گفته بچهش نمیمونه. به خدا ظلمه که تو بخوای تا آخر عمر ستم کش اون باشی. برای خودت میگم. حرفا تموم شد؟ مامان امیر به اندازه کافی ناراحته. اینقدر اذیتش نکن. تو شامتو بخور.
سلام. سلام. بیا تو. نه اسماعیل، تو نمیام. چرا؟ به ستاره بگو بیاد، کارش دارم، میخوام باش صحبت کنم. ستاره، ستاره، بابا بیا، امیره. سلام. سلام. اومدم با هم برگردیم خونه. نمیخواد عذاب وجدان داشته باشی. من بر نمیگردم. ستاره داری اشتباه میکنی. من به خاطر خودت ناراحت بودم. به خاطر بچه‌مون که داره میمیره. به خاطر اینکه همش فکر میکردم چجوری میتونم این پولو جور کنم که تو خوب شی. نه تو، نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه این پولو جور کنه. منم توقعی ندارم. فقط دلم میخواست با هم درست رفتار شه. همین. خیلی بد رفتار کردم نه؟ نمیدونم. خودت چی فکر میکنی؟ اشتباه کردم. منو ببخش ستاره. میرم آماده شم. شما 2 ماه بیشتر نیست اینجا کار میکنی. حداقل با 3 ماه کار کنی تا بیمه به تعلق بگیره. ولی من میتونم یه راهنماییت بکنم. یه دور این دوره برا بزن، برای که صندوق قرض الحسنه بنیاد خیریه چیزی باشه بتونن کارت راه بندازن. منم کاری دستم بر بیاد چشم. خیلی ممنون. خواهش. بریم بابا. ما اینجا وام میدیم، ولی نه این مبلغ که شما احتیاج دارید. وامتون چقدره؟ اگه مدارکتون تکمیل باشه حد اکثر تا سقف 300,000 تومان پر بکنید. پس ما حساب هیچ کاری نمیشه کرد. چرا؟ شما بودین صندوق‌های دیگه هم مراجعه کنید. شاید سقف پرداخت اونا بیشتر از ما شه. ولی ما حد اکثر مبلغی که میتونیم شما پرداخت کنیم همین که خدمتتون عرض کردم. خیلی ممنون. سلام. ستاره بریم. عرض به خدمت شما، مدارک شما صحیحه. مبلغ مورد درخواست شما چقدره؟ 5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان؟ ما این وامو نمیتونیم در اختیار شما بذاریم. ما حد اکثر مبلغی که میتونیم به شما پرداخت کنیم 300 الی 400 تومانه. شما میتونید به صندوق‌های دیگه مراجعه کنید. اگر این وامو موافقین در خدمت شما هستیم. اگه شکسته هم داریم بدیم ببرم. نه خیلی ممنون. فقط تو رو خدا هر کاری از دستتون برمیاد برای امیر بکنید. چشم. من براتون سوال میکنم. البته بعید میدونم چون پسر شما بالای 18 سالو داره. دیگه تحت پوشش کمیته امداد نیست. باز میپرسم دفعه دیگه اومدم خبرش بدم. دستتون درد نکنه. راستی من اینجا که کار میکنه بیمه نیست. چرا 2 ماه رفتی؟ باید 3 ماه بشه. امید بکنم. با عزتون. خدا نگهدار. حالت بده؟ آره. احساس میکنم قلبم سنگین کار میکنه. الهام برو یه سری به غذا بزن مادر. بدو. من میرم مادر. نه تو باید کارت دارم. برو مادر بدو. چی شده؟
ستاره، من نمیخوام تو زندگی شما دخالت کنم، ولی فکر میکنم که باید عقلتون رو به کار بندازین. گیرم یکی پیدا شد این پولو داد یا اصلا وام گرفتین، چجوری میخواین پس بدین؟ امیر با مای 40,000 تومن چند سال باید زحمت بکشه تا این پولو بتونه بده؟ شما فکر بهتری دارین؟ ستاره یه جوری پات از زندگی امیر بکش بیرون. تو باید یه شوهری بکنی که بتونه تا آخر عمر از عهده مخارج تو بر بیاد. حالا اگه قلبت خوب میشد یه چیزی، ولی ما دیدیم شنیدیم. دوباره چند وقت دیگه باید دریچه قلبت عوض کنم، باز دوباره همین آش و همین کاسه. ستاره تو جوونی، پات از زندگی امیر بکش بیرون. به خدا عاقبت به خیر میشی. به حرفای امیرم توجه نکن، اون الان دلش برای تو میسوزه، دست به هر کاری میزنه، به عاقبتش هم فکر نمیکنه. مامان. بله. سلام مادر. ستاره کجاست؟ رفت. کجا رفت؟ گفت دیگه بر نمیگرده. بر نمیگرده؟ اون میگفت من اگر با امیر زندگی کنم هم خودم رو نابود کردم هم امیر رو. میگفت من به یه شوهری احتیاج دارم که بتونه تا آخر عمر از عهده مخارج قلب من بر بیاد. خب راستم میگفت بنده خدا. میگفت اگه با این عمل قلبم خوب میشد یه چیزی، ولی من مجبورم چند سال دیگه دوباره قلبم رو عمل کنم که امیرم از عهدهش بر نمیاد. میگفت بچه‌م هم که زنده به دنیا نمیاد، پس برای چی بمونم با امیر زندگی کنم؟ سلام. کاری داشتی؟ تو حق نداری همچین رفتاری با من بکنی. کدوم رفتار؟ اون چه حرفی بود به مامان زدی؟ چه حرفی؟ این که دیگه نمیخوای با من زندگی کنی، این که میخوای یه شوهری پیدا کنی که بتونه تا آخر عمر خرج عملت کنه. مامان خودش اینا رو بهت گفت؟ آره. خوبه. پس دیگه چرا اومدی سراغم؟ من که میدونم این حرفای تو نیست. اومدم بگم برگرد خونه. ستاره من نمیدونم من و تو داریم تقاص چی رو پس میدیم. همینقدر میدونم تو شرایط خیلی سختی هستیم. دیگه خودمون که نباید بدتر از اینش بکنیم. ستاره من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. هرچی میخواد بشه، دیگه بدتر از این که نمیشه. من میخوام با تو باشم. میفهمی؟ با تو. میخوام قلبت مال من باشه، حتی اگه بد کار کنه.
تویی؟ سلام. 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 یکی نمیخواست برگرده. من آوردمش. بهش گفتم هر طور شده پول عملش رو جور میکنه. خوبه. شام حاضره، بیاین شام بخورین. سلام. سلام عمو. سلام عمو جان. بفرمایید. نشناختی عمو؟ به جا نمیارم. خب امرتونه بفرمایید. عمو جان اذیت نکن، امیرم. امیر؟ بابا امیرم برادرزادتون. امیر خودمون. به بابا چه یاد و هوشی دارم، نشناختمت. ماشاءالله بزرگ شدی. الهامم ماشاءالله بزرگ شده. تو چطوری الهام؟ من الهام نیستم عمو جان، من ستاره هستم، همسر امیر. همسر امیر؟ باریکلا، مبارک باشه. بابا ترسیدین منو خبر کنین شیرینی بخورم؟ اول عقدش میکنی بعد میای از عمود اجازه بگیری؟ عمو جان ما شما رو دعوت کردیم، شما قابل ندونستی. دعوت کردین ولی مهین مریض بود، منم پام درد میکرد حقیقتش. یه شب تشریف بیارین عمو جان، شام در خدمتتون باشیم. چشم، حتما خدمت میرسیم. خب حالا شما دوتا گل اومدین فرش بخرین؟ نه عمو جان، راستش یه خواهشی ازتون داشتیم. خواهش؟ چه خواهشی؟ راستش ستاره مریضه. مریضه؟ خدا بد نده. چی شده؟ قلبش ناراحته. قلبش ناراحته؟ ایشالله خدا شفا بده. عمو جان منم قلبم ناراحته، خدا باید خودش شفا بده. دکترش گفته هرچه سریعتر باید عمل شه. عمل بشه؟ دکتر گفته؟ خب اگه دکتر گفته حتما باید عمل بشه، معطلش نکن، ردخور نداره. ببین دکتر که گفته باید عمل بشه. 5 میلیون تومن خرج داره. 5 میلیون تومن؟ اوه چه زیاد. ببینم حالا نمیشه بری یکی رو ببینی، خواهش تمنا کنی، عز و التماس کنی، بلکه کمترش کنن. عمو جون راستش اومدم پیشتون ببینم میشه یه مقدارشو شما کمک کنی؟ یه مقداریشو؟ مثلا چقدر؟ هر چقدر، نمیدونم. حالا خودت چقدری داری؟ راستش هیچی. هیچی؟ هیچی. یکی به دوستش گفتش از شام چی داشتین؟ گفت هیچی. گفت خوش به حالت. گفت چرا خوش به حالم؟ گفت آخه ما همون هیچی ها داشتیم، 2 مهمون هم داشتیم. حالا شده حکایت شما و من. خب عمو جان ما این پول ازتون قرض میگیریم. من رفتم سر کار، توی کارواش کار میکنم، زودی بهتون برمیگردونم. مبارکه. خب مایی چند میگیری؟ 40,000 تومن. 40,000 تومن. خوبه؟ خوبه. حالا چی کار میکنین؟ کمکمون میکنین؟ والا عمو جان من میخوام کمک کنم، ولی باور کن به جان عزیز خودت الان برای 1 قرون لنگم. این زری شهریش مونده، اصلا میخواد ترک تحصیل کنه. او احسان رفته سربازی، 5,000 تومن نداشتم بذارم کف دستش که جلو رفقاش سربلند باشه. همین قصابه سر گذر میشناسی که یه دفعه ما ناپرهیزی کردیم، یه شقه گوشت ازش گرفتیم، حالا مدت هاست جرأت نمیکنم از جلو دکونش رد بشم. رامو کج میکنم، از پشت سقاخونه یواشکی فرار میکنم که منو نبینه. توجه کردی؟ برق خونمونو 2 ماه پولشو ندادم، نزدیک بود قطع کنن اصلا.
خلاصه که اینجوریه، اوضاع خیلی خرابه، نمیتونم. پس با این حساب چی؟ به جان عزیز خودت من از خدامه که کمکت کنم. کی بهتر از تو؟ تو از خودمونی. ولی عزیزم ندارم عمو جان. ببین مویی که کف دست نیست من چجوری بکنم؟ نیست، ندارم. بیا عمو جان، شرمندم، بیشتر از این نداشتم. امیر خجالت بکش. میبینی که از ما محتاج تره. یعنی چه؟ سکانه پول کف دست من میذاری؟ توهین میکنی؟ بی ادب، فکر کردی من گدام؟ عمو جان ببخشید، خواهش بی خود نیست من رغبت نمی کنم طرف اینا پا بذارم، اصلا نمیشه به سمتشون رفت. ببینم شازده، اگه من 5 میلیون تومن پول بی زبونو بدم دست تو، کل سرم بذاری بری یللی تللی بزنی خرجش کنی، آدم خوبیم. اما حالا که ندارم بهت بدم بد شدم. ببخشید عمو جان، خواهش اصلا از کجا معلوم که یه دوز و کلکی سوار نکرده باشین؟ بفرما خودم، بفرما شما، بفرما. توهین میکنه، پول کف مشت من میذاره، منو گدا حساب کرده. 1000 تومانی میذاره تو به خیلت من پول ندیدم؟ پول ندارم، من پول دارم. اینا پوله، نمیخوام به تو بدم. تو خیال کرده من خودم من آدمی هستم که ده امیر خوابیدی؟ نه. پس بلند شو شامتو بخور. تو بخور، من میل ندارم. امیر اقلا بلند شو بشین. حالا چی میشه؟ نمیدونم. امیر جان، از اون ساله که تو پیش من کار میکردی خیلی وقت میگذره. کارگر خوبی بودی، منم ازت راضیم. آدم قد نشناسی هم نیستم. تا اونجا هم که در توانم بوده به تو و خانوادت کمک کردم. ولی عزیز من، تو که از اوضاع من با خبری. فکر میکنی میتونم همچین مبلغی رو بهت کمک بکنم؟ نه این مبلغ که نه، هر چقدر میتونید بدید. تازه من قرض میخوام. اگه نتونم بهتون برگردونم میام دوباره اینجا کار میکنم، جبران میکنم. حالا که زمستونه، اوضاع کاسبیمون هم زیاد جالب نیست. تو برو بهار بیا ببینم چیکار میتونم برات بکنم. ناقابله. موفق باش. خانم بفرمایید داخل بگم چای بیارن خدمتتون. خیلی ممنون. خب اینجا که بده، هوا سردم هستش. بفرمایید داخل. شما بفرمایید. من از دستمزد خودم به شما تخفیف میدم، ولی مشکل شما دستمزد من نیست، بلکه مخارج بیمارستان و وسایل مصرفی که برای شما استفاده میشه. خودش فکر میکنم اینا حدود 4 تا 4.5 میلیون تومان هزینه داره برای بیمارستان. متاسفانه میدونید که عمل قلب یه عمل پرخرجی هم هست.
رضا سلام. سلام. چطوری امیر؟ چیه؟ چی شده؟ بشین. حرف بزن. بگو ببینم چی شده؟ داغونم رضا، خیلی داغونم. چرا؟ ستاره مریضه، باید عمل بشه. 5 میلیون تومن خرج داره. میفهمی 5 میلیون تومن. اگه عملش نکنن میمیره. خب با ماتم و عزا گرفتن که کار درست نمیشه. به هر دری میزنم روم وا نمیشه. هیچ حاضر نیست بهم قرض بده. احساس میکنم هیچی نیستم تو این دنیا. اینقدر از خودم بدم اومده که نگو. باورت نمیشه، به هر کی بگی رو زدم، هر جایی بگی رفتم. مثل خر تو گل موندم. تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ من جای تو بودم و هیچ کاری نکردم. خواهر تو هم طفلی خیلی عذاب کشید. ببین امیر، من فکر میکنم هر آدمی توی زندگیش یه دفعه جای تو بوده. تو اولیش نیستی که تو گل گیر کردی، آخریش هم نخواهی بود. رضا بریدم، کم آوردم. ولی من نبریده بودم. وقتی همه دکترها خواهرم رو جواب کردن، رو در روش که قرار میگرفتم میخندیدم. از کارام براش میگفتم. شعرهای جدید رو چوب براش مینوشتم. چرا؟ برای اینکه فکر میکردم اگه قرار خواهرم بره، ناراحتی من و تو یه جماعت هیچ تأثیری نداره، هیچ کمکی بهش نمیکنه. اما من فکر میکنم باید بدوی. من مدام میدویدم، یادته؟ تو هم باید تا آخرین نفس بدوی. اونقدر بدویی که شرمنده خودت نشی، حتی اگه ستارت خاموش بشه. ستاره من نباید خاموش بشه. نباید. بله بینندگان عزیز، امروز روز جشن نیکوکاریه، روز تقسیم عشق و شادی و محبته و شما با قلب‌های مهربونتون از کوچیک تا بزرگ مثل قطره‌های پاک بارون روی کویر دل کودکان نیازمند نقشی از تراوت و سرسبزی خواهید زد. بیایید از گلستان دلهاتون، بیایید از گلستان دلهاتون فقط یک شاخه گل محبت به اونا هدیه کنید. بینندگان عزیز، ما امروز شاهد یک حضور سبز و زیبا از مردم خیر و نیکوکارمون هستیم. درود بر شما مردم خیر و نیکوکار. محض اینکه ماشین پوله برسه دست به کار میشه. ایرج من میترسم، خیلی شلوغه. اتفاقا این شلوغی خیلی به نفع ماست پسر. تو مطمئنی همه چی همونطور که فکر کردیم پیش میره؟ چه؟ نکنه میترسی؟ راستش
آره میترسم. میبینم بچه‌های کوچیکی که با قلک ها اومدن تا بتونن در جشن نیکوکاری شرکت بکنن. آفرین که در این سال نو میخواین دل اون خانواده هایی که واقعا نیازمند هستن، اون خانواده هایی که میخوان بچهشون لباس نو بپوشه، شما هم به یاد اونها بودین و هستین تا این در این جشن بزرگ شرکت کردین. فکرشو کردی که وسط این آدمو گیر بیفتیم چی میشه؟ ببین افشین جان، من از پارسال به فکر این نقشه بودم. بهتر الانم جربوزا داشته باشی به سر. به خودتون یه چشم هم زدن کار تمومه. تازه اگه فکر میکنی نمیتونی، دیر نشده. برو مونتا دیگه نه من نه تو. تشکر میکنیم از همه شما. کولار ورده بیا. شما مردم کولار بیاره. خیر و نیکوکار که امروز واقعا حضور خودتون رو به نمایش گذاشتید. یک بار دیگه همه با هم جشن نیکوکاری مبارک باد. جشن نیکوکاری مبارک. آقا ببند. پسرم اینجا وای نست عزیزم. برو جانم. برو پسرم. حاجی بیا تلفن حاجی. یه بالا بپر بالا. بریم ایرج بریم. رفت پایین. همه رو بردیدمش. آره خیلی راحت خدایا. برو پایین. کی بود؟ نمیدونم. پایین رفت پایین. گاز بده ایرج.